مراقبه روز 11، نینامه و اسرار تنهایی. درود و عشق به شما یاران جان. به این بخش از سفر درونی خوش اومدی. سفر در کشتی نور در اقیانوس عشق. اکنون کم کم به بخش‌هایی از وجودت نزدیک میشوی که همیشه در هیاهوی بیرون خاموش مانده اند. در این سکوت میخواهیم صدایی را بشنویم، صدایی که از ابتدا با تو بوده، از ریشه های جانت، از نیستان. لطفاً به صورت مراقبه قرار بگیر. چشمان قشنگت رو ببند. با چند نفس آرام شروع کن. دم و بازدم. با هر دم حس کن که نور و آرامش رو به درون میکشی و با هر بازدم هرچه تنش و فشار ذهنی است رها کن. دوباره دم و بازدم. مولانا این راهنمای مهربان در گوشت نجوا می کند. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. منظور از نی چیه؟ منظور از جدایی چیه؟ یعنی نی همان روح ماست. ما که از اصل خیش، از سرچشمه نور جدا افتاده ایم و حالا در هر لحظه تنهایی این دلتنگی رو با خود حمل می کنیم. صدای نی ناله روحی است که می خواهد به خانه بازگردد. دوباره میگم، معنی این شعری که باعث بیداریمون میشه چیه؟ چشمم به ساعت 0 افتاد. عشق جاری است. خدا همراه ماست. خدایا عاشقانه و آگاهانه ستاره. بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند. یعنی نی همان روح ماست. ما که از اصل خیش، از سرچشمه نور جدا افتاده ایم و حالا در هر لحظه تنهایی این دلتنگی را با خود حمل می کنیم. صدای نی ناله روحی است که می خواهد به خانه بازگردد. در لحظه دلتنگ شدم. در لحظه دلتنگ شدم. دلتنگ خانه، دلتنگ خدا، دلتنگ بازگشت به خانه. خداوند تک تک نفس هامون هست. داره نفس میکشه. این خداونده که داره نفس هامونو میکشه. عمیق شو، میبینی. عمیق شو، حس میکنی وجود خداوند رو در تک تک نفس هات. اگه مثل من
دلتنگ شدی و عقده کردی بدون روحت آماده است، آماده بازگشت به خونه است. خداوندا به ما یادآوری کن آنچه که فراموش کردیم. ما میخوایم برگردیم به خونه. مولانا به ما میگوید این غم تنهایی، این درد درون تصادفی نیست، بلکه دعوتی است برای بازگشت. دعوتی است برای بازگشت. این غم تنهایی، این درد درون. مراقبت قطع نمی کنم، میذارم این حس حال قشنگم باشه تو مراقبه. این غم تنهایی، این درد درون تصادفی نیست، بلکه دعوتی است برای بازگشت. با این دلی که آماده است و حاضره، خودت رو در دشتی آرام تصور کن. شبه، نسیم ملایم میوزه و در دستانت یک نیلبکه. یک نی آرام لبهایت رو به آن میگذاری. اون نی رو بذار رو لبات و بدون صدا فقط نفس میفرستی از دلش. حس کن که این نفس حرفهای ناگفته توست، حرفهایی که شاید هیچ وقت به زبان نیامدن اما در دل تو بودن، حرفهایی که خدا میشنود حتی وقتی خودت نمیشنوی. شد در این سکوت از خود بپرس، در دل این تنهایی چه چیزی مرا صدا میزند؟ چه پیامی در غمهایم پنهان شده؟ خداوند آغوش همیشه واسه ما باز و منتظر ماست، منتظر که صداش بزنیم و برگردیم تو آغوشش. زمانی که اومدیم روی زمین، خداوند گفت آزادی، اختیار داری، هر طور دوست داری از این تجربه استفاده کن. من اینجا ایستادم منتظر تو. ما هم سرگرم بازی های زمین شدیم و فراموش کردیم، ولی تای قلبمون همیشه دلتنگ بودیم. هر مسیر رفته باشیم،
هر گناهی کرده باشیم همه تجربه بوده، همه لازم بوده که تجربه کنیم واسه مسیر تکامل رشدمون، واسه درس هامون. یک بچه‌ای که از خونه میذاره میره، اگه بعد چند سال برگرده، پدر مادر با آغوش باز در برش باز میکنه. خداوند از اون پدر مادر مهربون‌تر میبخشه و آغوشش بازه برای ما و منتظر ماست. فقط کافیه آماده باشی. تو همین زمین، تو همین لحظه میتونی خدا در آغوش بگیری. فکر نکنی با مرگ جسمی فقط میتونی خدا ملاقات کنی. نه، در همین لحظه، تو همین مراقبه، تو الان خدا رو ملاقات کرد. این صحبت ها اصلا داره جاری میشه، از اون متن آماده نیست. قلبیه، از هیچی آماده نکرد. وسط متن این آگاهی، این صحبت ها جاری شد. حالا باید این دلی که آماده است تکرار کن یا فقط گوش کن. من صدای جانم را میشنوم، حتی در سکوت. تنهاییم دروازه است به حضور خدا. هر نغمه درونم به سمت نور باز میگردد. من از جدایی عبور میکنم و به وصال میرسم. دردهایم پیامهایی از عشق پنهانم. من به خانه حقیقیم باز میگردم با هر نفس. دوباره با هم دیگه با دلی آماده تکرار میکنیم. من صدای جانم را میشنوم، حتی در سکوت. تنهاییم دروازه است به حضور خدا. هر نغمه درونم به سمت نور باز میگردد. من از جدایی عبور میکنم و به وصال میرسم. دردهایم پیامهایی از عشق پنهانم. من به خانه حقیقیم باز میگردم با هر نفس. یه بار دیگه با هم دیگه تکرار میکنیم. من صدای جانم را میشنوم، حتی در سکوت. تنهاییم دروازه است به حضور خدا. هر نغمه درونم به سمت نور باز میگردد. من از جدایی عبور میکنم و به وصال میرسم. دردهایم پیامهایی از عشق پنهانم. من به خانه حقیقم باز میگردم با هر نفس. نشونه بعدی 11 دقیقه. 2 0 11. قد این اشکا بدون اینو اشک عشقه. نیت خیلی مهمه. این اشکا الهی هم. قدرش رو بدون. دست رو بذار رو قلبت، چند لحظه ساکت باش، فقط گوش بده.
نه به صداهای بیرونی، بلکه به اون نغمه لطیف درون. بگذار نیلبک وجودت خودش آواز بخواند. بگذار دلت بی واسطه با خدا حرف بزند. بگذار نیلبک وجودت خودش آواز بخواند. بگذار دلت بی واسطه با خدا حرف بزند. جمله الهام بخش امروز: دلتنگی تو گواهی است بر اینکه خانه‌ای هست و راهی برای بازگشت. دلتنگی تو گواهی است بر اینکه خانه‌ای هست و راهی برای بازگشت. چند نفس عمیق و آروم بکش. هر زمان که آماده بودی چشمان قشنگت رو باز کن. عشق به تک تکتون. دوستون دارم. عشق جاری.